السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری، من تاجیک هستم. میخواهم درد خود را بگویم. مهاجر هستم. امروز در شهر مسکو قرار دارم. من چنین گفتنی هستم که وای بر من، وای بر من و بر ملت من که امروز در تحت ظلم و ظالمی این حکومت حاضره قرار دارد. وای بر من. من گفتنی هستم که قریب که 13 سال می شود که ما در روسیه در تهای پدوالا خواهیم، در تای بارون و برفا کار میکنیم، دو تنگه کار میکنیم، به وطن برمیگردیم، با میریم در اونجا با او ظالما میگیرن ای دستمون. ما خودمون در غریبیم، مادری ما از دنیا میگذرد، مرگ مادرمون رو نمیبینیم. ما در غریبیم، پدرمون از دنیا میگذرد، در جنازه پدر و مادرمون اشتراک کرده نمیتوانیم. ما در غریبیم، از فرزندامون دور، از عائله‌مون دور، از وطنمون دور. میایم در روسیه 1 سال 2 سال میستیم، کار میکنیم، عذاب میکشیم، میریم 10 روز 15 روز میستیم، با در روی کده با بر میگردیم که جای کارمون از دست ندهیم. یعنی در 1 سال 2 سال 10 روز 15 روز ما فرزندامون رو میبینیم که این خیلی و خیلی بدتر است بر زندگی ما مردمی مظلوم تاجیک که فرزندای ما بی پدر به وایه میرسن. وقتی فرزندی که بی پدر و به وایه رسید، یعنی هیچ تعلیمی از پدر نگرفت، هیچ نصیحتی از پدر نیاموخت، پس اون حال اون فرزند چی می شود؟ در تاجیکستان ما کار نیست، معاش نیست. همه کارخانه ها، همه زمین ها را اولاد این پرزیدنت از خود کرده است. تمام بازار و تمام کارخانه را از خود کردن. ما نمی توانیم در وطن خود کار کنیم، زندگی خودمون را ببریم. در شهر روسیه مردم ما را به قتل می رسانند. در درون جنگل ها، در قدای کوچه به قتل می رسانند. جسدهای مردم تاجیک را هیچ حکومتی سراغ نمی کند، نمی گوید که این مرگی یعنی یک شهروندی تاجیکستان است. ما مردم مهاجر خودمان همون قدر پول کار میکنیم، به زندگی خودمان حیله میرسه. برای یک جسد را بردن 100,000 روبل روسی در کار است. حکومت تاجیکستان اقلا همدردی بیان نمی کند. من باز میگویم که وای بر من و بر ملت من. ریش و سطری ملت تاجیک را از بین برده ایستادند. سطری خواهر من، سطری مادر من، سطری عائله من را میگیرند و علا میزنند، آتش میزنند. این گویا که بر خانه من آتش زدند، بر ملت من آتش زدند، بر وطن من آتش زدند. خوب دردی ما بی پایان است.